به نام خدا، این ویدیو رو من امروز دیدم، واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. درس بزرگی گرفتم از این نوجوان فقیر دست فروش. اشک انسان در میاد. شما هم حتما تا آخر ببینید. این نوجوان فقیر داره کروات میفروشه، تقاضا میکنه از این آقای مرفه و پولدار که ازش بخره. اما ببینید این فرد این کروات رو میگیره، با بیادبی رو زمین پرت میکنه و این نوجوان فقیر رو از خودش دور میکنه و این نوجوان هم با نهایت ادب و متانت اونجا رو ترک میکنه، برخوردی نمیکنه. همسر این آقا ببینید اعتراض داره به شوهرش میکنه که چرا تو این رفتار رو کردی، چرا این جوان رو ناراحت کردی. این نوجوان با دل شکسته میره اون طرف. به قول شاعر، تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. قرآن هم میفرماید که و اما السائل فلا تنهر، یعنی سائل رو با خشونت و تندی از خود دور نکن. اما خدا به این آدم تلنگر میزنه. ببینید یا جرعه آب بوده یا غذا بوده، تو گلوش گیر میکنه، تو حالت خفگی میفته، بلند میشه، راه میره چند قدم. اون نوجوان توحیدست ببینید چه دل بزرگی داره، چه روح بلندی داره، میاد این آدم رو کمک بکنه، نجاتش بده. جثه‌ش کوچیک هست اما اون فرد تنومند هست، قدرت نداره. همون کرواتی که بی ارزش بود و این آقا روی زمین پرت کرد، همون کروات جان با ارزش این آدم رو نجات میده. ببینید به چه صورت این فرد رو کمک میکنه، نجاتش میده. یه جمله جالبی هست، میگه دل شکستن پیگرد قانونی نداره اما پیگرد الهی داره. این فرد نجات پیدا میکنه و این جوان انسانیت رو واقعا به نمایش میگذاره. بزرگمنشی، عفو، گذشت، انسانیت. علی علیه السلام یک جمله‌ای داره که به یاد این جمله افتادم، در نهج البلاغه میفرماید که مسکین ابن آدم تعلمه البقه تقتل الشرقه و تنتنه العرقه. یعنی انسان چقدر ناتوانه، چقدر ناچیز هست که یک پشه او را آزار میده و مثل نمرود یک پشه او را میکشه، اما قدرت دفاع در برابر پشه نداره. از اون طرف میفرماید که تقتل الشرقه، یک لقمه گلوگیرش میشه، یه جرعه آب گلوگیرش میشه، او رو از پا در میاره. ببینید این آدم تازه میفهمه که چه اشتباهی کرده. علی علیه السلام میفهمد ارحم ترحم، رحم کنی تا به شما رحم کنن. میره کرواتا رو از زمین بر میداره، میاره این طرف، ظاهرا همه رو یک جا از این بچه میخره. این نوجوان ببینید به جای اینکه اون فرد خجالت بکشه، این نوجوان چقدر ادب داره، سرشو گرفته پایین و این داره خجالت میکشه. درس بزرگی این نوجوان به اون فرد میده، انسانیت رو به او آموزش میده. چقدر این صحنه ها زیباست، به برکت این فضای مجازی و این دوربین ها این صحنه ها ثبت میشه. از خدا بخوایم که همیشه اگر اشتباهی میکنیم خداوند به ما تلنگری بزنه و ما رو بیدار کنه. و سلام.